بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های بدانه خواهرم. امروز در این قسمت برنامه بدانه خواهرم میخواهیم درباره موضوع بسیار مهم و حیاتی صحبت کنیم. موضوعی که ستون دین است و رمز نجات در دنیا و آخرت، یعنی نماز و اوقات آن در قرآن. نماز ستون دین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: رأس الامر الاسلام و عمودة الصلاة. سر همه امور اسلام است و ستون آن نماز. حدیث ترمذی. الله متعال در قرآن مجید به گونه دقیق اوقات نماز را اشاره کرده است. آیت 78 سوره اسراء: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشهودا. برپا دار نماز را از هنگام زوال آفتاب تا تاریکی شب و نماز صبح را از آن مشهود است. در این آیه به نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح اشاره شده است و اهمیت وقت نماز را باید بدانیم. نماز وقت ارزش دارد که در وقت معین ادا شود. تأخیر در نماز بدون عذر از نشانه های منافقان شمرده شده است. سوره نساء آیت 103: این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا و قعودا. نماز بر مؤمنان در وقت معین فرض شده است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: بهترین اعمال نماز وقت آن است. صحیح بخاری. پس ای انسان، نماز را در اول وقت بخوان، چون باعث آرامش قلب و برکت در وقت می شود. برنامه زندگیت را بر اساس وقت نماز تنظیم کن، نه برعکس. به فرزندانت آموزش بده. نماز مثل وقت غذا برای روح است. از امام شافعی رحمت الله علیه نقل شده که گفتند: اگر روز نماز را در اول وقت نخوانم، احساس می کنم خداوند برکات آن روز را از من گرفته است. پس بدانای خواهرم، نماز هدیه الهی است، اما هر هدیه وقت ارزش دارد که در وقتش دریافت شود. نماز را به تأخیر نینداز که تأخیر در بندگی تأخیر در سعادت است. السلام علیکم و رحمت الله.